یکم از این بلاگرها یاد بگیر. نگاه کن چقدر خوشن، خوبن، حالتهای زنونه دارن. تو حالت مردونه داری فقط. من حالتهای مردونه دارم. آره من مثل بقیه بلاگرها با پول شوهرم از صبح تا شب فشیال نیستم و باشگاه این ور اون ور. خودم کار میکنم، خودم خرج خودمو دارم میارم، تو خرجای خونه هم کمکت میکنم، هم به خودم برسم، هم پول در بیارم، هم خونت مرتب باشه. یه زن همه این کارا نمیتونه با هم بکنه. میگن خانمی که مستقله دیگه لوند نیست، میگن مردونه شده، زبونش تنده، ناز نمیفهمه. ولی کسی نمیپرسه چرا اینطوری شده، کسی نمیپرسه چند بار زمین خورده و خودش تنهایی بلند شده. استقلال زنها انتخاب نیست، گاهی یک اجباره. یه زن وقتی میبینه قرار خودش رو نجات بده، بلند میشه، قوی میشه، حسابگر میشه. نه که دلش نخواد ناز کنه، فقط یاد گرفته اگه بخواد به جایی برسه باید اول محکم وایسته. پس به جای اینکه بگید مردونه شده، یه بار از خودتون بپرسید چی به سر این زن میاد که دیگه جرأت نمیکنه لوند باشه. و شاید یه روز این زن قوی فقط دلش بخواد یکی باشه که بهش بگه تو دیگه مجبور نیستی همه چیز رو تنهایی از خانومت دفاع نکنی، مطمئن باش از دستش میدی. مرد واقعی اونیه که پشت خانومش وایسته، حتی جلوی خانواده‌اش. اگه کسی به خانومش توهین کرد نباید ساکت بمونه. یه زن امنیت میخواد، پناه میخواد. اگه هیچ کدوم از اینا رو تو نتونی براش فراهم کنی، مطمئن باش کم کم ازت دلسرد میشه. بعد از اونم هر کاری بکنی هیچ فایده‌ای نداره. باید بدونه تو مهمترین آدم زندگیشی، نه فقط یه تماشاچی. از خانومت دفاع نکنی، مطمئن باش از دستش میدی. مرد واقعی اونیه که پشت خانومش وایسته، حتی جلوی خانواده‌اش. اگه کسی به خانومش توهین کرد نباید ساکت بمونه. یه زن امنیت میخواد، پناه میخواد. اگه هیچ کدوم از اینا رو تو نتونی براش فراهم کنی، مطمئن باش کم کم ازت دلسرد میشه. بعد از اونم هر کاری بکنی هیچ فایده‌ای نداره. باید بدونه تو مهمترین آدم زندگیشی، نه فقط یه تماشاچی.